یک افسر میلیسا را در شهر خوجند هنگام اجرای وظیفه خدمتیش با 3 ضرب کارد زخمی کردند. حادثه 12 می در ساحل سیردریا رخ داده. مقامات در یک گزارش تلویزیونی روز 21 می جزئیات آن را توضیح دادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز حادثه مایور میلیسا شهزاد خولوف در وقت نوبتداری برای پیشگیری از مناقشه جوانان به ساحل سیردریا می رود. یکی از طرفهای مناقشه پرویز عبدالحمیدов به او در افتاده با مقصد کشتار با استفاده از کارد خوجگی به قفس سینه و تخت پشت او 3 ضربه میزند. کارمند میلیسا را در حالت وزنین به بیمارخانه بردند. نظر پرویز عبدالحمیدov و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند این جوان در گذشته برای جنایت 5 سال زندانی شده است و پرونده او را محض شهزاد خولوف تفتیش کرده بوده است. دستان خوجند علیه پرویز عبدالحمیدov با اتهام قصد کشتار پرونده جنایی باز کرده است. این بند قانون از 15 تا 25 سال زندان یا تا زندانی 1 عمری را پیش بینی می‌کند.